آه خدا، بعد از چند روز دلی از عزادر وردم ها. دستتون درد نکنه. بیا این ور دختر، بیا این ور. مادر جون خوش اومدی. بکش دستتو، برو اون مادر جون منو قدیر فرستاد خونه واسه اینکه فردا مراسم عقده. گفتش تو بمون، منم واسه همین اومدم. بشین سر جاد، الکی هم زیر دست و پا نباش. چشم مادر جون، چشم. دیار چطوری؟ زنده داشت شما چطورین؟ زنده داشت تو برو تو آشپزخونه با هم یه اختلاطی بکنیم ها؟ بودو. تو برو بیرون بیر ناز. چیه؟ چی میخوای دوباره؟ من از تو چی میتونم بخوام دجله جان؟ هدفم اینه که قلبت بیاد توی دهنت. از من دور باش. نه بابا دجله، بینمون از این اشیای برنده تیز نیار. ولش کن، قرار نیست بجنگیم، قراره عشق بازی کنیم. قبلش قراره جشن خداحافظی مجردیمو با تو بگیرم. تو اتاقت منتظرم باش. مگه اینکه تو خواب ببینی. اگه رویای منه واسه تو کابوسه. فقط دلم میخواد تو امشب با من سر ناسازگاری بذاری، منو بازی بدی. عروس خانم زهره ترکم کردی. آبجی کار تو هم خیلی سخته. همه خونه چشمشون به توه مگه نه؟ ببین ولی من بچه روستا میفهممت. استغفرالله، من ناراضی نیستم. خوبه، اما بدون بازم اگه موردی بود من همینجام. باشه؟ خدا قوت. آی خدایا پناه بر تو. چقدر غروب خورشید قشنگه. کاش هیچ وقت غروب نکنه، امروز تموم نشه. چرا اینجوری میگی گلم؟ من و تو روزای قشنگتر از اینم خواهیم داشت، از این مطمئنم. هوا خنک شد، تو سردت شده، بیا اینو بگیر. نه من خوبم. اینجوری بهتره مگه نه؟ جیلان اینجا بهت ساخته ها، حسابی داری میخندی و سر حالی. ماشاءالله. از آبشه، از هواشه، چیه؟ نمیدونم، اما تو هم حالت خوبه. ببین خودتو. حالمو تو خوب میکنی، اینجا و اونجا فرقی نداره، توی که حالمو خوب میکنی. جیلان ببین،
روزای بد پشت سرمون میذاری. روزایی که فقط میخندیم خیلی نزدیکه، اما دست همو ول نکنیم. فهمیدی گلم؟ دوباره چی شد؟ جیلان چی شد عزیزم؟ قدیر خیلی دلم میخواد باورت کنم. باور کن که میخوام. اما چی؟ ببین پایه های اون پل قدیمی ها، ما هم انگار مثل همونایی، همش دارن همدیگر رو نگاه میکنن، کنار هم، روبروی هم، اما هیچ راهی نیست که به هم برسونتشون. قبول، شاید هیچ وقت از هم جدا نشن، اما هیچ وقت هم به هم nemiresan. مگه تو این آهنگو نشنیدی؟ Kalpten kalbe bir yol vardır, gözünen görünmez sırdır. Kalpten kalbe bir yol vardır, gözünen görünmez sırdır. İkimizin kalbi birdir, ikimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim yar. آخ حالا میگه اون زنه کجاست یا نه؟ بگو خان بیاد، تا اون نهید یک کلمه هم حرف نمیزنم. ببین منو، خان بیاد میکشده تو. به خاطر اون نمیاد. هر چی میخوای بگی به من بگو، زود باش، حرف بزن. یالا زنگ بزن بیاد. کنجکاو نیست بدون دشمنش کیه ها؟ ببند دهن تو، حرف مفت نزن. دیگه صبرم داره لبریز میشه. حرف بزن یا میکشمت. بجم. قبل از پیدا کردن زن منو نمیکشی. خان خیلی عصبانی میشه نه؟ بهش میگم موقع فرار زدمش، انگار برام خیلی مهمه. گلبهار تموم میشه میره پیکارش. باشه میگم. خلیل منو استخدام کرد برای کله پا کردن عمر و قدیر. پیش گلبهار ردم و زد، تهدیدم کرد، گفت تا وقتی اینا رو نکشی پایین راحتت نمیذارم. مجبور شدم. مجبور بوده پدرسک. از ترس جونت داری مزخرفاتو میگی. الکی خودتو خسته نکن. یه دور گوشمانیش بدین. باشه صبر کن، بهت ثابت میکنم. تفنگ اون شب پیش قدیر بود. برو خودت پیداش کن. نگاه کن ببین تفنگ کیه. بس کن سیفی.
دیگه هیچ وقت نباید این ترانه رو بزنی. حتی تو کل ماردینم نباید زده بشه. فهمیدی سیفی؟ اصلا جای نگرانی نیست خاله فضیلت، فقط مسموم شده. من بهش دارو زدم، به زور خوابوندمش. الان دیگه بیدارش نکنم. نه نمیخواد بیاین خاله جون. اگه دوست دارین بیاین، ولی دارم بهتون میگم که هول نکنین. 2 تا دکتریم، فقط یه مسمومیت غذایی دیگه. باشه من میگم بهتون زنگ بزنه. چشم بلند شد میگم زنگ بزنه. میبوسمتون، خداحافظ. شک کرده مگه نه؟ مادر دیگه احساس میکنه. منم مادر میشم سلی. یعنی میخوای نگهش داری؟ معلومه که آره. به این زودی تصمیمتو گرفتی؟ حتی اگه زندگی من از هم بپاشه، این بچه این منه سلی. چجوری دلم میاد ها؟ اون که گناهی نداره. اصلا فکر نمی کردم، اما اینطوری شد. مامانم دیوونه میشه. اگه خانواده عمر بفهمن چی؟ خدای خودت کمک کن. اما لیلا جونم، بهتر نیست انقدر سریع تصمیم نگیری؟ من باید از اینجا برم. من همین الان باید از اینجا برم. کمال! بله آقا. این تفنگو ببر خونه رجب خودمون. سلام بهش برسون، بگو شماره‌شو برداره. فردا قبل از هر چیزی بره کلانتری کنترل کنه، به هیچ کم چیزی نگه. فردا خودم بهش سر میزنم. گرفتی؟ به روی چشم آقا. تفنگو نذار. شماره‌شو برداره، دوباره برگردونه به خودت. یه راست میاری پیش خودم. بجم، هیچ حرفی هم نزن. گلم، من باید برم خونه. فردا مراسم عقده، ولی بعدش میام. از مامانم خبری نیست. اگه بود حتما بهت زنگ میزدم. نه اما گوش به زنگم. هر طور بشه باید حرف بزنه. اصلا وایس جلیلو بگیرم. بفرما خان. اون عوضی حرف زد؟ مقاومت میکنه اما میزنه خان. به حرف بیارش جلیل، به حرف بیارش، وگرنه میام اونجا میکشمش. تا فردا باید تموم شه. قدیر ببین تو رو خدا، تا جای مامانمو نگفت کاریش نکن باشه. نگران نباش جیلان، نگران نباش عمرم.
تو فعلا برو تو اتاقت، منتظر خبرم باش. برو. زن داداش، دیارم، درو باز کن زن داداش، تو رو خدا. زن داداش، حالم خیلی بده، لطفاً بذار پیشت بمونم، خیلی حالم بده. باشه دیار جون، باشه، بیا بریم، من میخوابونمت، خودم بالای سرت میمونم. زن داداش، تو رو خدا همینجا بمونی، وقتی میرم تو اون اتاق احساس خفگی میکنم. باشه. زن داداش، میترسم بلایی سر خودم بیارم. از اینکه مامانم اینو به مردم چی میگن میترسم. آره اینا همش حقمه، میدونم. خب تاوانش هم باید من بدم، نمیذارم خونوادم بدم. دیار اینطوری حرف نزن. وایسا پنجره رو باز کنم یکم هوا بیاد تو. عزیز دلم، حق تو اینا نبود دیار، اما بهت قول میدم حسابشو برسیم. چی کار کنیم زن داداش؟ تو چی کار میتونی بکنی؟ فردا عروسی میکنم، شوهرم میشه، کارم تمومه، کارم تمومه. بیا بریم آب بخور، اینطوری که نمیشه، زود باش. وای دجله خانم، وای در رو قفل میکنی ها؟ دختر دیار حد زدم که شاید اومده باشی پیش دجله. دست از سرم بردار، گم شو. آدم با شوهرش اینطوری حرف میزنه ها؟ فردا صبح دیگه ما با هم عروسی میکنیم، فردا این موقع دیگه تو بغل هم دیگه، این رفتار درست نیست عزیزم. برو پی کارت ببینم، اگه همین الان نری یه جوری داد میزنم که کل خونه بریزن سرت. ای بابا زن داداش، امشب بیرونم کردی، فردا شب میخوای چی کار کنی؟ شب بعدش میخوای چی کار کنی ها؟ نشنیدی چی گفتم؟ داد میزنم، برو پی کارت. باشه خب همسر آیندم، خوابای خوب ببینی عزیزم. تو هم زن داداش. زن داداش، دیگه کارم تمومه، این از مردنم بدتره. مادر حالت خوبه؟ چطور باشم پسرم؟ خواب به چشمم نمیاد. چی شده مادر؟ وقتی بچه دار شدی میفهمی. وقتی که بچه هات خوشحال نیستن
خیلی سخته. مادر اگه میخوای باز شروع کنی؟ من تو رو نمیگم پسرم، با خودمم. فردا دیار عروسی میکنه. کی میخواد بچه‌شو اینطوری عروس کنه؟ جیگرم خونه. داداشتو که نذاشتن عروسیشو ببینم، زود از بینمون رفت. تو هم که تو عالم خودتی، مثل دونه های تسبیح پخش و پلا شدیم. چند وقت دور این میز نشستیم. پیریم قرار بود اینطوری بگذره، نتونستم یه جا جمعتون کنم. خیلی برای این روزا متاسفم. چرا اینطوری میگی مادر؟ ایشالله درستش میکنی. خدا بخواد همه چی درست میشه. بذار یه چیزی بگم، یکم دلت خنک شه. قاتل داداشمو گیر انداختم. آره دلم خنک شد، اما بچم از دستم رفت. برمیگرده. میدونین چی میگم؟ ای کاش حداقل دجله حامله بود، از عمر یه یادگاری به جا میموند. کاری که برای بچه‌ام نتونستم بکنم، حداقل برای اون میگردم. خدا بگم چی کارت نکنه خلیل. مادرت دلش مثل سیر و سرکه به جوشه تا پیدات نباشه. ننه فیدا، چی کار میکنی؟ با کی حرف میزنی؟ کسی اینجا نیست که. آره فیدانو دیوونه کردن، اعصابشو خورد کردن، با خودش حرف میزنه. عزیزم تو چرا این ساعت بیداری؟ مادرت کجاست؟ خوابیده. وای مادرت خواسته تو رو بخوابونه، تو اونو خوابوندی. وای قربونت بشم. چرا مادرم همش گریه میکنه؟ مریضه؟ بیا بشین اینجا. بیا عزیزم. انصار مادر تو از بچگی واسه همه چیز گریه میکرد، واسه همه چی. باورت نمیشه. اما خلیلت هم سن تو بود، قرار بود ختنه بشه. خب بند و بساط جشن به پا شده بود، کادو آورده بودن، همه دورش جمع شده بودن. دجله و مادرت هم این قدی بودن، کوچولو بودن. شروع کردن گریه کردن. گفتم چرا گریه میکنی؟ چی گفتن میدونی؟ ما میخوایم ختنه بشیم. دخترها که ختنه نمیکنن. اوی عزیزم آفرین. گفتم مگه دخترها ختنه میشن؟ اما ساکت نمیشدن که گریه میکردن. چی بگم؟ انصار جون مادر تو از بچگی همین بوده، واسه همه چی گریه میکرد. تو ناراحت نشو باشه پسرم. ای آقا قدیر، ای بالاخره هر چی که ازم گرفتی رو دونه دونه ازت پس میگیرم. کم مونده، صبر کن، خیلی کم مونده. تو و مادرت به پام میافتین، التماسم میکنین. حالا میبینی التماسم میکنین ببخشمتون.
خوش خبر نیستی اصلا زنگ نزن ناصر. خبر خوش اینه که هنوز بهت زنگ میزنم زیلان خانم. میدونی کجا؟ همون جایی که چند سال پیش قرار بود ببینمت. همون جایی که نیومدی. همون جایی که من دستگیر شدم. جایی که 5 سال دوره حبسم از اونجا شروع شد. ای بابا، من از فردا میگم، اون وقت تو از دیروز حرف میزنی ناصر خان. گذشتمونو ازمون دزدیدن، چی کار کنیم ها؟ به نظر من تو گذشتمونو ول کن و به فکر آیندمون باش. من باید برم دیگه، خدافظ. برو، چون پشت سرمو نگاه نکردم به هم خنجر زدین. فکر میکنی یادم میره زیلان خانم؟ قدیر جان اومدی؟ تو اینجا چی کار داری زیلان؟ راستش میدونستم امشب میایی، گفتم بیام اینجا یه نگاهی بندازم ببینم چیزی کم و کسر نباشه. الان تموم شد. بل کن، نمیخواد زحمت بکشی. فردا اینجا عقد کلی کار و بار دارم. برو اتاقت. شب بخیر. شب بخیر. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Kalpten kalbe bir yol vardır, gözünen görünmez sırdır. Kalpten kalbe bir yol vardır, gözünen görünmez sırdır. İkimizin kalbi birdir, ikimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. İkimizin kalbi birdir, ikimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim.
Kaçma benden nazlı gülüm, kaçma benden nazlı gülüm. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. مامان جون چیزی نیست. گفتم حالا که مرخصی دارم بیام پیش، دلم تنگ شده. باشه عزیزم، فعلا خدافظ. دوباره زنگ میزنم. خدافظ. چطوری به مامان بگم؟ داغون میشه. کارای خونه رو کی میکنه؟ من احتمالاً اینجا میمونم. تخلیه نمی کنم. من نیستم رفت آمدت سخت نمیشه؟ الان که خونه رو تحویل بدم دوباره خونه پیدا کردن برام سخت‌تر میشه. کم و زیاد آشنا هم پیدا کردم. اینجا راحت ترم. باشه میل خودته. پس اگه کسی سراغ منو گرفت بگو خبری ازش ندارم. منظورت خلیله؟ ای فکر نمی کنم اونقدر هم مؤدب باشه. اما نمیگم، نگران نباش. نه منظورم جیلان بود. با قدیر میگرده از دهنش یه وقت در میره. باشه عزیزم، اصلا نگران نباش. خیلی خوبه، اینم به خیر گذشت. گریه نکن دخترم، دیگه بس. مردم واسه تبریک میانه، آماده باشین. زیادم شلوغش نکنین، فکرایی بد نکنن. خانم آقا مصلحت دونسته، هنوز خاک خان خشک نشده، نخواستیم سروسات عروسی را بندازیم. داداش بفرما، منو صدا کردی؟ بذار ماچ کنم. داداش من چی کار کردم؟ من کاری نکردم که داداش. ببین منو امین علی، کارایی که کردی واسه یه کتک زدن کافیه. دارم بهت اخطار میدم، صدا تو رو خواهرم بالا نمیبری. صدا که هیچ بخوای اخمم بهش بکنی از همینجا پرتت میکنم. داداش به خدا به قرآن قسم پرتت میکنم. داداش دیار همه چیز منه، من چطوری اذیتش کردم آخه؟ خفه شو عوضی. داداش ببین به من یه شانس بده. یه شانس به من بدی پشیمون نمیشی داداش. گم شو از جلو چشم. باشه داداش، اگه اجازه بدی قبل از رفتن یه چیزی بپرسم. چی میخوای از من بپرسی تو؟ چی میخوای بپرسی؟ داداش من قهوه خونه دارم، کار بلدم یه جورایی. به من مسئولیت بده، قول بهت میدم پشیمون نمیشی. تو بیشتر از این درد سر درست نکن، کافیه. الانم گم شو، برو تا نزدم لط و پارت کنم. الان ما رو میبری اون جایی که زنه رو قایم کردی، فهمیدی؟ خانت نمیاد؟ حرفمو گفتی بهش یا نه؟ حرف اصلا دیوونه، را بیافت پاشا. خوبه، ما هم یه هوایی میخوریم. آره میذارم بخوری. را بیافت.
تو فنگشانس. میدونم همه چی رو خراب کردم، اما باور کن نمیخواستم اینطوری شه. برمیگردم استانبول. دلم نیامد بدون خدافزی برم. خدافز. زنمو، مگه قرار نبود پسر دردونت بیفته دنبال اون قاتل محمود؟ ما هم واسه بزبیا خط و نشون بکشیم. گفت بدون خبر من کاری نکنی. راشو کشید و رفت. هنوزم که پیداش نیست. اون کار داره. آره کار داره، کار دل. اگرم وقتی پیدا کرد بیاد و واسه ما خانی بکنه. بزک نمیر بهار میاد. الکی داریم وقت خودمون رو تلف میکنیم. هرچی ما صبر میکنیم بزبیا فکر میکنن ما باور کردیم. بابا دهاتیا چششون به دهن ما سنمو. پاشو بریم دختره رو ورداریم بیاریم آشتی رو به هم بزنیم. بگیر بشین سر جات، هیچ جا نمیری. ببین منو ناصر، دنبال خیالای واهی نباش. اعصاب منم خورد نکن. زنم و تو هم که دیگه اعصاب نداری یا؟ مگه من چی گفتم؟ پس معلومه تو هم نمیخوای آشتی با بزبیا به هم بخوره، نه؟ انگار من نمیدونم نیت تو چیه. خوب میدونم به دجله چی گفتی. فقط برو دعا کن به گوش خلیل نرسه. باور کن نفس تو میبره. گفته باشم بهت. بابا زنمون، مگه من چی کار کردم؟ کاری که کردم فقط از دخترمون حمایت کردم. آها، اگه مادر و برادرش رو سختی کشیدنش تو خونه بزبیا چشم میبندن، من چی کار کنم؟ بابا من گفتم دجله نترس، من هستم. کار بدی کردم؟ منو نگاه کن ناصر، حد و اندازه خودتو بدون. تو کی هستی؟ تو میخوای از دجله حمایت کنی؟ برو گم شد جلو چشم اونور. برو ببینم. بی تربیت.